مداد پیرو اتفاقاتی که معمولا حالا توی زندگی مردم میفته، داشتم درباره یه موضوعی مطالعه می‌کردم، اسمش سوگ بود موضوع. و خب دیدم تأثیر خیلی زیادی روی زندگی آدم‌ها میذاره، از جمله عزت نفس. و وقتی من دقیق بررسی کردم که دیدم که سوگ میتونه همه چیز در بر بگیره. میتونه از دست دادن یه به اصطلاح هدفی باشه، میتونه از دست دادن یک شغلی باشه، یک رویایی باشه و همه اینا ممکنه یه احساس ناراحتی و سوگی رو در فرد وجود بیاره که حالا مراحل مختلف هم حتی داره. یعنی فرد وقتی که با اون سوگ مواجه میشه، اولش به انکار میرسه که میگه نه اصلا همچین اتفاقی نیفتاده. بعد ممکنه خشمگین بشه حتی و خشم خودش رو بروز بده، ممکنه به افسردگی برسه و در نهایت بعد از یه حالا یه سری مراحلی که بعداً در موردش صحبت می‌کنیم به یه پذیرش میرسه از اون سوگ. البته همیشه هم نمیرسه. خیلی خوبه که این اتفاق بیفته. آره دقیقاً. یعنی اگر مسیر رو به درستی طی بکنه به این نقطه قرار می‌گیره. دقیقاً موافقم با. ببینید این ضایعه یا از دست دادن وقتی که اتفاق میفته برای آدم، یک سری تغییراتی رو در روحیات و خلقیات و درونیات انسان به وجود میاره. به عنوان مثال یک حسی از ناامیدی و بی‌ارزشی رو در ما تقویت میکنه. من احساس میکنم که دیگه اون اهدافی رو که داشتم بهر امیدی دنبال میکردم یا اون هدف دیگه ارزش رسیدن نداره و من دیگه نیازی برای تلاش کردن در خودم نمیبینم. و یا در مرحله دیگه اون توانمندی و قدرت حرکت کردن رو در خودم نمیبینم. پس احساس ناتوانی، احساس بی‌ارزشی، یعنی این در واقع اون هدف رو شاید همچنان ارزشمند بتونم متصور بکنم ولی من دیگه اون ارزش رو برای رفتن و رسیدن به سمتش در خودم نمیبینم. فکر کنم چون خودش رو گاهی وقتا با اون هدف، با اون حالا فرد، با هر چیزی، با اون رابطه تعریف میکنه، بعضی وقتا این فکر کنم تاثیرش رو هم بیشتر هم میکنه بعضی وقتا. ببینید ما اهدافمون رو بر اساس تصویری که از خودمون توی این دنیا داریم تعریف میکنیم و وقتی اون فرایند از دست دادن اتفاق میفته و ما وارد فاز سوگواری میشیم، تصویرمون توی این دنیا تغییر میکنه. من امروز خودم رو انسانی موفق میبینم، من امروز خودم رو میبینم که فرزند یک پدر هستم و توی تک تک اون تصمیمات شاید اون پدر رو پشت سر خودم حس میکنم و وقتی اون پدر رو از دست میدم بی‌پناهی میاد سراغم. بله. من وقتی که خودم رو پدر میدونم، تمام تصمیمات زندگیم، اقداماتم، خوشحالی‌ها و غم‌هام به واسطه اون لیبل، برچسب یا اون نقش اجتماعی که برای خودم تعریف کردم. وقتی اون تغییر رخ میده به نحوی اون پدر بودن رو دیگه من در خودم نمیبینم. اون موقع دیگه نمیتونم همون هدفهای قبلی رو داشته باشم یا همون قدر خودم رو ارزشمند و توانمند متصور بشم برای دستیابی به اون هدفها. همین باعث میشه که ما توی روابطمون با انسانهای دیگه به مشکل برخوریم. من توی جامعه الان سرم رو بالا میگیرم بر مبنای تصور و ارزشمندی که از خودم حس میکنم. زمانی که اون احساس بی‌پناهی، بی‌ارزشی یا بی‌هدفی و ناامیدی رو در خودم وجود داره و در خودم حس میکنم، دیگه با اون عزت نفس کافی نمیتونم در برابر آدم‌ها، چه غریبه چه آشنا بدتر، چون اون آشنای من قدیم رو میشناسه و من دیگه اون من قدیم خودم رو در درون خودم حس نمی‌کنم. وقتی که عزیزاتو از دست میدی، تازه بعضی از خاطرها بزرگ میشه تو ذهنت. خاطرها کوچیکه. وقتی که از دستشون میدی، یه روزایی میشه که با خودت تنها میشی، شروع میکنی نقب زدن به گذشته هات، یه جوری عین آدمایی که مستمندن، فقیرن، میری میگردی خاطره پیدا کنی. روز نفس بابام توش 20 سال تو این سود فوت کرد و زهش کشید. کاش همیشه بودی، کافیه صدام کنی. حالا هم که دارم پا به سن میذارم، بیشتر دلم واسه تنگ میشه. آخه بچه که عقلش نمیرسه مادر کیه. آدم وقتی بزرگ میشه تازه قدر مادر رو میدونه، چون آدم تو بغل مادرش فقط تنها نیست.
دقیقاً وقتی این اتفاق میفته برای یک فرد، فکر میکنم یه احساس گناه و شرم به طرف دست میده. یعنی وقتی یه موقعیتی رو از دست میده، یک رویایی رو بهش نمیرسه، یک شغلی رد میشه یا حالا اون شغل رو از دست میده، طرف احساس ناکافی بودن بهش دست میده، مخصوصا وقتی که اون فرد انسان مسئولیت پذیر و منطقی باشه. میگه شاید من میتونستم یه کاری بکنم جلوی این موضوع بگیرم. دقیقاً آره، به خود اتهامی یه جورایی میرسه بعضی وقتا. یعنی خوش میگه که اوکی حتما تقصیر من بوده، من به اندازه کافی خوب نبودم، به اندازه کافی در دسترس نبودم، به اندازه کافی تلاش نکردم که الان این اتفاق برای من افتاده. و این احساس گناه و شرمش بعضی وقتا ختم میشه به یه اضطراب و افسردگی. یعنی وقتی که وارد یه رابطه جدیدی میخواد بشه، وقتی میخواد با یک نفر دیگه ارتباط برقرار کنه، توی یک شغل جدیدی به اصطلاح اپلای کنه، به اصطلاح استخدام بشه، به این نتیجه میرسه که اوکی نمیتونم. یعنی این اضطراب واردش میشه، یا توی رابطه افسرده میشه، میگه من دیگه اون آدم خوب نیستم، کسی من رو دیگه دوست نداره، من دیگه مورد پذیرش بقیه نیستم. و این مورد پذیرش قرار نگرفتن طرف رو کلا گوشه‌گیر رو تنهاش میکنه اجورایی و دیگه در واقع هیچ کاری نکردن رو ترجیح میده با مواجهه شدن با اون ترس هایی که حالا براش واقعی هم شده، چون اتفاق افتاده. دقیقاً تو جامعهشون اتفاق افتاده. من جایی که میخوندم اولین گامی که معمولا هر فردی برای خودش میتونه برداره اینه که به یه مراقبت از خود برسه، یه روتین برای خودش، روتین مثبت و انرژی بخشی برای خودش بچینه و مثلا ورزش کردن که خیلی تاثیرگذاره، مثلا ورزش‌های گروهی مثل کوهنوردی و دو و اینجور چیزا، یا کتاب خوندن، کتاب‌های مثبت، کتاب‌هایی که انرژی بخشن، کتاب‌هایی که آدم رو روی حالت خوبی میارن و آدم روتین میدن. اینها میتونه به نظر من خیلی تاثیر بذاره. یا مثلا ارتباط با دیگران. خیلی وقتا ما به این نتیجه میرسیم که اوکی باید بریم بیرون و اینها همونجا که گفتن پذیرش اون احساسات رو خیلی بهتر میکنن. یعنی طرف میاد میگه که اوکی من الان ناراحتم، الان حالم بده، بیام قبول کنم اینو، این ناراحتی و این کمبود، این به اصطلاح سوگواری رو سرکوبش نکنم که نه تو نباید نگران، تو نباید ناراحت باشی، تو نباید گریه کنی، تو نباید حالت بد باشه. باید فرد جلوی این حالت رو بگیره و اون احساساتش رو بیان کنه. خیلی وقتا توی ارتباط با دیگران این خیلی مهمه. یعنی فرد باید بره بیرون، با دوستاش، با خانواده، با اعضای فامیل ارتباط بگیره و باهاشون صحبت کنه. البته اگر اونا بیشتر بهش آسیب نرسونن. منظور چیه؟ ما تو حالت عادی تو زندگی که داریم تجربه میکنیم قبل از اون رویداد، اون رویداد هر آنچه که میتواند باشد و منجر به سوگواری برسه، یک سری ارتباطاتی داریم، بر مبنای شخصیتی داریم، کنترلی که بر روی احساسات خودمون داریم، اهدافی داریم و نیازهایی که داریم. درسته. همه این ارتباطات مال قبل از اون رویداده. من زمانی که در واقع وارد اون فاز سوگواری میشم، وارد فاز ناامیدی میشم، اون احساس بی‌ارزشی میشم، اینجا دیگه نیاز به اون دوستای همیشگی الزاما ندارم، یا اون دوستا الزاما اون کار کرده مطلوب رو نمیتونن برای من داشته باشن. چرا؟ چون میبایستی این توانمندی رو داشته باشن که با من همدلی بکنن. ببینید ما طبق اون باورهای فرهنگی و اون تاریخچه‌ای که داریم، حالا این ما که میگم مثلا ما انسان‌ها، نمیگم ما ایرانی‌ها، ما شرقی‌ها، ما انسان‌ها، اون حس سوگواری، اون غم و اون ناراحتی رو به عنوان یک احساس بد تعریف میکنیم. دیدنش برامون غیر قابل تحمله. شما دچار سوگ هستی، غمگینی و من دوست همیشگی شما هستم، اصلا بهترین دوست، ولی وقتی در کنار شما قرار میگیرم معذب میشم، نمیدونم باید چه کار بکنم. متوجهم. چی میگم بس دیگه، بیا بیرون. اصلا این اتفاقی که افتاده انقدر درد نداشته که تو داری این کارو میکنی. یعنی به نوعی تو رو سرکوبت میکنن، به تو حس در واقع بی‌ارزشی رو تقویت میکنن در تو که تو اونقدر توانمند نیستی که از این سوگ بیای بیرون. دقیقاً آره. و جالب ماجرا اینه که تو به عنوان فرد آسیب دیده هم با دوستت موافقی و خودت هم داری مضاعف خودت رو سرکوب میکنی، خودت رو سرزنش میکنی که من چرا نمیتونم از این فاز بیام بیرون، من چرا نمیتونم حالم خوبش. یه نکته رو اشاره کردی، پذیرش احساسات، اسمشو میذاریم در آغوش گرفتن خودمون.
چه اسم من قشنگی واقعا. غمگینم، خودم رو در آغوش بگیرم، به خودم حق بدم غمگین باشم، به خودم حق بدم که حالم بد باشه. و اینجا به اون نکته مربوط به ارتباطات بود من اشاره کردم روش، چون واقعا تلست. ما میریم پیش دوستانی که باید اونجا حالمون خوب بشه، حالمون بدتر میشه و بعد میبینیم راهی نداریم، تنهایی رو انتخاب میکنیم. خب حالا راهکار چیه؟ افسردگی رو انتخاب میکنیم. بهترین اتفاق، بهترین راهکار توی این مورد به خصوص اینه که من بتونم از مشورت متخصصین استفاده بکنم. یک فضای امنی رو پیدا بکنم برای حرف زدن. متخصص اینجا هم میتونه اون حس همدلی رو با ما بکنه، هم مسیر فکری ما رو به سمتی هدایت بکنه که حالا بتوانیم مراقبت بکنیم از خودمون. توی اون اوج غم و ناراحتی اصلا نباید انتظار داشته باشی که فرد بلند بشه برای خودش غذا درست کنه، لباسشو بپوشه، بره بیرون ورزش بکنه. این مال وقتی که حالش خوب شده اتفاقا. دقیقاً پله پله باید اتفاق بیفته. یه نکته خیلی مهم توی بخش قبلی گفتگومون صحبت شد، بحث هدف‌ها و ارزش‌ها. بله. توی این مرحله آدم‌ها اصلا امکان این که بتونن هدف‌های بزرگی برای خودشون تعریف بکنن ندارن، حتی اگر بگن. یعنی یه وقتایی هست من به عنوان فرد آسیب دیده میام خودم رو از بیرون نگاه میکنم، قضاوت میکنم، میگم مهران بس دیگه، بلند شو برو قهرمان 2 ماراتون شو. از این حرفا میزنیم. وقتی که تو اون اوج غم و افسردگی هستیم و نمیخوایم بپذیریمش، ممکنه تصمیم‌های بزرگ بگیریم. تصمیم‌های بزرگ خودش منجر به شکست‌های دوباره میشه. مثل قماربازی که یه بار باخته و این بار میخواد بیاد جبران کنه و یه بت بزرگتر میکنه و این دفعه دیگه جوری میبازه که دیگه نتونه بلند شه. سنگ بزرگ نشون نزدن. ولی هدف گذاری اونجایی که ما نباید فراموشش کنیم، هدف‌های کوچیک، هدف‌های روزانه. من امروز چی کار بکنم که روز بهتری رو برای خودم داشته باشم؟ بله این اتفاقات افتاده ولی من هنوز زنده‌ام و برای زنده بودنم فلسفه بقا اینجا خیلی کمک میکنه که آدم‌ها ببینن هیچ هدفی ندارن ولی بازم دلشون زندگی میخواد، چون این پروگرامینگ برای ما قبلا شده. ما میخوایم زندگی بکنیم. حالا نمیتونیم تصمیم بزرگ بگیریم، نمیتونیم اتفاقات خیلی بزرگ و قشنگ برای خودمون رقم بزنیم، ولی تصمیمات کوچیک، هدفهای کوچیک. من نمیتونم یه سفر بلند مدت رو برای خودم برنامه‌ریزی کنم. چرا؟ چون نمیدونم فردا حالم چقدر خوبه. ولی همین امروز یه گردش شهری شاید خیلی بهم کمک بکنه. و بعد از اینکه این اتفاق میفته، یعنی یه چک لیستی درست میکنیم از میکرو پروژه ها برای خودمون. تازه میکرو پروژه هایی که الزاما قرار نیست یک مسیری رو طی بکنن، یک اتفاق خوب در حال خوب کنن. دقیقاً این حس خوبش میگیره و اونها رو تیک میزنیم. انجام شد. آروم آروم احساس ارزشمندی میاد. خواستم یه کلمه استفاده کنم جلوی خودم رو گرفتم، خواستم بگم احساس ارزشمندی برمیگرده. ولی ما اینجا باید یک نکته رو در نظر بگیریم. اون آدمی که وارد اون ضایعه شده، از دست دادن شده، بسته به میزان بزرگیش و عمق تأثیری که روش گذاشته، دیگه قرار نیست به قبل از اون برگرد. بله، من دیگه هرگز نباید متصور باشم تبدیل بشم به مهراد 2 سال پیش. من آدمی هستم با اون گذشته و با این اتفاق و تجربه عبور از این اتفاق. من دوباره حالم خوب خواهد بود ولی به شیوه نوینی. مهراد جدید. دقیقاً مهراد جدیدی قراره متولد بشه. با عبور کردن از این فرایند سوگواری. قرار نیست فراموشم بشه اتفاقی که افتاده. قرار نیست دردی که متحمل شدم رو فراموش بکنم، ولی با علم به این که این منم، با همه این گذشته میتونم همچنان خوشحال باشم، ادامه بدم و باز هم میگم به اون کلمه بازگشتن فکر نمی کنم، به ادامه مسیر زندگی فکر. دقیقاً باید به این پذیرش برسیم به صحبت‌های مهراد که این یک فرآیند طبیعیه و باید اون مسیر خودش رو طی کنه و نباید متوقف بشه، جایش ایگنور بشه، حذف بشه، غفلت کنیم ازش، از هر احساسی که داریم، از هر اتفاق
بدی که افتاده، از هر اتفاق مثبتی که افتاده و به این نتیجه برسیم که ما باید بلند شیم. خودمون با کمک اون مشاور تخصصی که گفتی، با توجه به اون روتینی که برای خودمون مشخص کردیم، باید به این نتیجه برسیم که این فرآیند طبیعی باید طی بشه تا همونجور که خودت گفتی یه من جدیدی متولد بشه و مسیر رو ادامه بده. مهم اینه که پوشش نکنیم. من باید به این نتیجه برسم. اولا نتیجه ذهنی نیست. من فقط همین که بدونم اتفاق خواهد افتاد به وقتش، بسته به ظرفیت من، بسته به رویدادی که اتفاق افتاده، ممکنه این زمانش برای آدمای مختلف و بسته به اون کمکی که از اطرافیان میگیرم، تجربه‌ای که من قبلا تو زندگی توی اتفاقای کوچیک و بزرگ دیگه‌ای داشتم، خیلی میتونه متفاوت باشه برای آدم‌های مختلف. یه اتفاقی که خیلی میتونه کمک بکنه گفتگو کردن با آدم‌های همدرده. خیلی عالیه. وقتی می‌بینی یه نفر اون حس درونی تو رو اونم تجربه کرده، همین مسیر رفته، حرفی رو میزنه که تو داری تجربه میکنی، نمیدونی چطوری بیانش بکنی، گاهی به شدت آرامش بخشه، به شدت مثل تخلیه اون انرژی های منفی درونیت میشه، اون دردها تسکین پیدا میکنه. خیلی کمک میکنه این گروه درمانی ها. دقیقاً. مرا دیدم یه کتابی هم با خودت آورده بودی. من آره، این کتاب خیلی به من به شخص کمک کرد توی فرآیندی که داشتم طی می‌کردم. و جالب این که این کتاب من اصلا از جایی هم نشنیده بودم که بهم بگن مثلا این کتاب خوبیه برو بخونش. من رفته بودم کتاب فروشی و فقط عنوانش رو دیدم، اصلا یه ذره حالمو بهتر کرد. ببین میگه عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست. این خودش یعنی همدردی، یعنی عنوان کتاب داره با من همدردی میکنه و من کنجکاو شدم به واسطه هم تأثیری که این کلام روی اون لحظه من داشت. با یه غم و خستگی روانی من رفته بودم کتاب فروشی که یک بحر امیدی آره، یه کوسو یه نور پیدا کنی. آره. و وقتی که این کتابو دیدم گفتم بذار بخونمش ببینم چیه. اصلا رفته بودم دنبال یه کتاب دیگه ای داشتم میگشتم. جالب. و مواجهه با اندوه و فقدان در فرهنگی که اینها را بر نمیتابد. خیلی قشنگ این کتاب یه تجربه است توسط یک در واقع روانشناس نوشته شده، زمانی که خودش درگیر فرایند سوگ میشه و میبینه اون چیزایی که بلد بوده دیگه براش کار نمیکنه، دیگه بهش کمک نمیکنه و شروع میکنه اون فرایند رو. اون اتفاقی که گفتم وقتی یک دردی داریم توسط دیگری بیان میشه، تو این کتاب اتفاق میفته. توصیفاتی که راجع به خودش میکنه رو باعث میشه اون احساس همدردی در ما به وجود بیاد. توصیه هایی که میکنه و مسیری که تو این کتاب طی میشه قشنگ کمک کننده است. هم برای فردی که درگیر سوگ هست و هم برای افراد دغدغه‌مندی که اطراف اون فرد هستن. خانواده اگر این دغدغه رو دارن، خیلی وقتا پیش میاد من برای فرزندم مشکلی پیش میاد، نمیدونم چه جوری باید بهش کمک کنم، هر چی بهش میگم بدتر در واقع به نوعی بهش آسیب میرسونه. باعث میشه اون بیشتر از من فاصله بگیره. اگه این کتاب اون خانواده‌ها بخونن، خودش هم توصیه کرده که مثلا کدوم فصلش برای اطرافیان مناسب تره، کدوم فصلش برای خود فرد آسیب دیده. خیلی کمک کننده است. خیلی عالی. نویسندش هم مگان دیواین. بله متشکرم. مدار عزیزم خیلی لذت بردم از همصحبتیت. منم خیلی خوشحال شدم. ممنون از همراهیتون با رادیو حرکت و برنامه مسیر نو. امیدوارم روز خوبی داشته باشین. باز هم میزبان شما خواهیم بود. همه چیز در زندگی موقتی و گذراست. هر وقت باران می آید بالاخره بند می آید. هر وقت ضربه می خورید بالاخره خوب می شوید. بعد از هر تاریکی روشنایی است. هر روز طلوع خورشید می خواهد همین را به ما بگوید، اما معمولا یادمان می رود. پس اگر اوضاع خوب است از آن لذت ببرید، چون همیشگی نیست. اگر اوضاع بد است آن هم همیشه نمیماند. بیشتر بخندید، بیشتر ترانه بخوانید، بیشتر برقصید، نسبت به همه چیز مشتاق‌تر شوید. هرگز به خاطر ترس عقب ننشینید. فکر میکنید بدترین چیز این است که بمیرید. نه، مرگ بدترین چیز نیست. بدترین چیز این است که در زمان زنده بودن ذره ذره بمیرید. اون روزا که
دستمو میگرفتی تو خیابون راه میبردی، وقتی ماشین میومد نزدیکمون میشد، من حواسم به ماشینا نبود، حواسم به تو بود. دستمو صفر در میگرفتی که نرم زیر ماشین. به این روزا فکر میکردی که الان بدون تو چجوری عرض خیابون رو رد شم؟ اون روزا وقتی که زیباتر از هر روزت می شدی، به این روزا که هر روز زندگیم زشتر از دیروز میشه فکر می کردی؟ من هیچ وقت نتونستم با حضورت به روزی فکر کنم که حضور نداشته باشی. من بدون تو قراره با چه آدرسی زندگی رو پیدا کنم؟ تموم شد. شروع شد، ادامه شد، نتیجه گیری های مفید. هیچ رابطه ای نمیتونه تنهایی ما رو تموم کنه. ما از ابتدا تنها به دنیا آمدیم، تنها و صمیمی ترین آدم های زندگی نمیتونن ما رو در عمیق ترین تنهایی ها یاری بکنم. هیچ کس همراه تو نیست.